بزرگترین خلاف زندگی تا چی بوده؟ نمیگم بچی؟ نمیگم. ما به کسی نمیگم وجدانن. پست به ما ببینه لایکامنت هم یادت نره. بزرگترین خلاف زندگی چی بوده؟ هیچ. دیوان یا مصرف 2 بار مصرف کردم. زنگ آخر مدرسه فرار کردن. برو خاموش کن بعد من خاموش کن میدونم. خب نگی. مگه ما و حرف رو قبول میکنه؟ نگی. اینا واقعیه کیکه؟ اینا کیکه. نمیگم آجی تو واسه نمیگم. نمی. خیلی خلاف کاره. حالا خلاف نی. هر خلاف نی؟ هر چی هر کجا؟ ویز آواز معاملاتی. مثلا پست دوزی نگیری؟ نه. راحتشه بابا. وایشانی. یه چیزی. حالا ده بچگی بچه بودیم شاید یک دو خوش یکم دیگه فکر کنم با چیز دیگه یاد میاد. خربزه هندوانه. آقا خربزه دوزه پیدا کردیم میرم با باید نشدن. یک نوع خلاف ها. چای شیرین، چای نبات. خلافی. همون چای شیرین چای نبات خالی یعنی؟ خالی. خیلی فردی شدم همین. به خود مرز بابام دروغ گفتم. چی گفتی بهش؟ مدرسه نمیرفتم گفتم برو مدرسه آخرم شد راننده وانت. آقا برای ما بینیستیم بزرگترین خلاف زندگی تا چی بوده؟ نترسین بیش کی نمیگه بین خودم و خودته. تو پیج اینستاگرامی پخش میکنی خب نه خب اب نده حالا بدونی کسی نه ما مهدی فقط میبینیم. با اینترنت وصله. تو مهدی